میگه کسی که از الله میترسه کل دنیا از او میترسه و کسی که از الله نمیترسه از کل دنیا میترسه. فرمول یاد بگیرید. چه قسم است فرمول؟ کسی که از الله میترسه کل دنیا از او میترسه. صحیح است نه؟ و کسی که از مخلوق و کسی که از الله نمیترسه از کل دنیا میترسه، از یام میترسه. از خاطر و کسایی که به الله ارتباط قوی داره، یک نفر بسیار قوی بود در سوریه، از این نفرای حافظ الاسد، نفر خادش بود بسیار چیز. این پشت یک مولوی افتاده بود. این مولوی بسیار با تقوا بود. این میفهمید که این نفر کی است؟ خاد است، پشت من انداختن که از مرا تعقیب کنه. میگه در موتور سرویس بالا شد، کت شکست میگه گفت کی است؟ قصه زیر بر من بگو. گفت یک وقت نفر امنیت بود. باز گفت خدمت موتور بالا شد، گفت پشت من میدوید در هر جای مقصد مرا تعقیب میکرد. گفت یک وقت در سرویس بالا شدم، در این پای اول سرویس که بالا شدم، گفت دیدم که در این سرویس جای یک نفر است. من که بالا شدم، این نفره که امنیت بیچاره بالا شدن نتونست مان. میگه من پس تا شدم. میگه من برش گفتم بیاد بچه جان، من میفهم تو نفر امنیت هستی، من گفتم حالا بری رئیس یک چند سیلی کشت میکنه. یعنی من پس تا شدم که باش با یک موتور دیگه مرا تعقیب کنی. اگر من از پیشت میرفتم اونجا که میرفتی که چه شد، در موتور سوار شد رفت، کدام سیلی کشت میکرد. باز میگه من برش گفتم من نخواستم که تو یک سیلی بخوری. خیر از تعقیب مرکو صدقه سرت ما تعقیب شدیم. یتیم سیلی خورده که یک سیلی تو کتا کتای تعقیب کرده، چیز از دستش نامده. تو فهمی بچه توبه کرد که وقتی که اسلام اینقدر عظمت داشته باشه که من در فکر مرگ تو هستم و تو نمیخوای که من یک سیلی بخورم، باز امید توبه کرده بود. باز که بدمی خدمت امی عالم عمر خدا چیز میکرد که من همیشه در القای درس تو بر تو خدمت میکنم.